تمام صمیمیت و محبت به اندازه به همه شما هموطنان عزیز درود میگویم. برنامه نورافکن است روبروی اکران های شما. بله دوستان عزیز و ارجمند، برنامه نورافکن سرشار از هنر و استعداد و مهر و محبت و صمیمیت به اندازه است. این نوبت مهمان برنامه ما هستند سراینده و آهنگساز ممتاز دلاور ظهوریان البته تنها نآمدند به برنامه نورافکن، با شاگرد خویش دیده سلمان تشریف آوردند. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نورافکن به استودیوی تلویزیون سینما. خاک پای تو دارم، با خاک پای تو دارم، با سر خیال تو دارم، با دل وفای تو دارم، با دل وفای تو دارم. خاموش هواست سوختن با یاد تو کردم، با زندگی طمع مردن از برای تو دارم. نکرد رحم به من گرچه دی تشنگیم را، همیشه این دل از نوش جان فضای تو دارم. نکرد رحم با من گرچه دی تشنگیم را، همیشه این دل از نوش جان فضای تو دارم. بیا بیا که بسر بوسم هوای تو دارم، بسر هوای تو دارم، و دل وفای تو دارم، و دل وفای تو دارم، بسر خیال تو دارم، و دل وفای تو دارم، و دل وفای تو دارم. سلامت باشید. باور کنید با نامین سرود خود بار دیگر اثبات کردید که برنامه نورافکن سرشار از مهر و محبت است و نه تنها برنامه نورافکن بلکه سرود و ترانه های شما نیست. از مهر سخن میگویید و از وفا و از درد هم سخن میگویید. بله نصیبه، واقعا چون ما در وطن صاحب استقلال، در فضای صلح و ثبات، در همین یک وطن بهشت آسا، سرزمین بهشت آسا زندگی داریم، در فضای آباد. انا همین گونه سرود و ترانه ها، انا همین گونه صنعت تاجیک روز به روز رشد میکند و صنعتکاران تاجیک امکان دارند که همیشه رو به رو با مخلصان خویش باشند و در خدمت خلق و وطن. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه نورافکن. با چی احساس، با چی دستاورد به برنامه نورافکن تشریف آوردید؟ تشکر زیاد مسعود جان، نصیبه بانو. راست گپ، من بسیار خرسند هستم همراه شاگردم دیده سلمان که امروز شما ما رو با برنامه خود دعوت کردید و ما میخوایم که با خدمت‌های هنری خود که اینجا از اسباب‌های عیانی معلومند با تماشاگران عزتمند تلویزیون سینما یگان هنر نشان دهیم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم محمد رحمان امسال را سال هنرهای مردمی و رشد سیاحی اعلان کردند. ما نیز در کنار نایستادیم. چطوره که دیده ایستادید در اینجا دمره که از هنرهای مردمی است، این را بابا استقلال
تراشیدن، غلام خالنگی تراشیدن. آن اینجا نه است. این هم از اسباب‌های ملی تاجیکی به حساب می‌آمد و ما در کنار نایستاده این اسباب‌ها را آوردیم. طوری که میگویند میوه پیوند شیرین میآید، ما هم اسباب‌های ملی را هم استرادی را استفاده برده می‌خواهیم طبع تماشابین عزتمند را بالیده گردانیم. واقعا درست قید کردن. همین اسباب‌های ملی یک جزئی فرهنگی ما هستند، یک جزئی هنرهای مردمی هستند. خب در روند برنامه البته از طریق هنرنمایی مهمانی برنامه ما دلآور ظهوریان صدای زیبای این اسباب‌ها رو میشنویم، این سازهای موسیقی رو. ولی حالا می‌خوایم بدونیم که چگونه شما وارد گردید به دنیای صنعت. یعنی هنر دنبال شما بود یا شما دنبال هنر؟ بله. راست دیگه پدری من هنر دوست که بدن، یک از دوستان آنها آهنگساز شناخته خلق تاجیک شادروان فتا آدینف می باشند و وقتی که من در مکتب میانه میخوندم تحصیل میکردم، همراه پدرم به دیه آمدند و به خانه ما مهمان شدند. بعد من در خانه مهمان آمده گفته از ذوق دل باشد، ذوق بچگی باشد، چرا که مردم تاجیک از کودک گهواره تا میسفید 70 ساله همه مهمان دوست هستند. در خانه یک مهمان که اومد در گردی میخوایم جمع شویم. با اگر دانشمندتر باشی، یگون شعر دانی، یگون سرود مادر دانی، حتما از کودک میپرسن کن شعر مادر گو، کن شعر وطن گو. درست. همین طور هم شد. فتا نیز از من یک دو سوال داد و من اگه با طور قوتی همون وقته خودم جواب دادم. بعد خنده اش اومد و گفت که تو شاگردی من میشوی، مکتب میانه رو ختم کردی، من حتما تو رو اومدم بعد شنبه میبرم. و در اون وقت اینستیتوت میگفتن اینستیتوت صنعتی به نام میرزا ترسن‌زاده، دانشکده هنرهای زیبایی به نام استاد میرزا ترسن‌زاده. و همین طور هم شد. مرا بعد از خط میانه مکتب میانه گرفته آورده به آنجا و شاگردی قبول کردم و من مدت 7 سال شاگردی همون کس بودم و چطوری که دیده استودید این اسباب ها رو از همان استاد نواختنشان رو آموختم، طرز آهنگسازی رو آموختم. یعنی همون هنری که شما امروز دارید همش زحمت همون استادانی که شما زمانی از اونها کردیم البته آموختید. در وجود انسان همون هنر یا یگان ذره که یگان آتش که اگر نباشد وای آهنگساز شده نمیتواند، وای هنرمند حرفه‌ای شده نمیتواند. یعنی شما گفتنید که شما در وجود شما نبود و شما آهنگساز شدید، هنرمند شدید، از استاد خود آموختید یا اینکه بود از در وجود شما که استاد شما رو دعوت کردن؟ بله. میگویند که استعداد اگر 1% هم باشد در نتیجه سیقل دادن علم و تلاش های زیاد و رنج های به آخر هم گیر می شود، چرا که علم آخر نداره، رنجش نیست آخر ندارن. انسان میتواند که هنر خود را انکشاف دهد. بله. عمک های من دمرا نواز بودن، نی می نواختن، تار می نواختن. من از خردی در آغوش آنها به وای رسیدم، بر کمال رسیدم. البته سرچشمه اساسی هر یک هنرمند پدر مادر او است، عمک خش تور او است. همین دهقانی میکند مثلا، هیچ وقت او دهقانی را هم خیلی نمی‌آموزد. البته در کنار یک بابایش یک بیل گرفته، یک جوی رو توزه کرده، یک نوده های زیادی درخت رو بریده، بعد او دهقانی را می‌آموزد. از اندیشه شما من فهمیدم که اگر 1% استعداد باشد 99% دیگر زحمت و تلاش است. همینطور؟ البته. خوب نصیبه، سال گذشته البته سال 2017 سال جوانان بود. البته دلآور ظهوریان نیز در این سال فعال بود چون جوانان رو دستگیری نمود و یکی از جوانهایی که کشف نمود هنرش رو در این سال دلآور ظهوریان این دیده سلمان می باشد. همینطور؟ اینطور نه. پیش از دلآور ظهوریان من میگم دلآور ظهوریان هنرهای بسیار سراینده ها رو کشف نموده است. شاگردان خیلی زیاد یعنی تربیت نمودند که الکی آنها مشهور هستند، شناخته هستند، ولی حالا هنر دیده سلمان رو آنقدر به فکرم کشف نکرده است. تنها در پی جستجوی علم هستند یا نه؟ دیده سلمان بیاد از اولین شاگردی خود یا از نخست شاگردی خود قصه میکنیم، بعدا میایم به دیده. اگر از تجربه 30 ساله هم گویم خطا نمیکنم، چرا که من زمزمه های داشتم که در مینم چرخ میزدن، بعدتر آنها رو بالای قلم و کاغذ آوردم و کتاب کردم.
اولین آهنگم رو سال 1989 سال ایجاد کرده بودم. 30 سال شده الکی که من میتونم حالا آن رو در دوام برنامه به بینندگان پیشکش کنم. و سال 1994 اولین سرودم را از هنرمندان کسبی گویم. اون وقت انسمبل گلشن بود در نزدیک کمیته تلویزیون و رادیو حکومت جمهوری تاجیکستان. جمشید نیزوموف خوانده است. وقتی که سرود اولین من آهنگ من در تلویزیون یا که در رادیو صدا داد، دیگر من طاقتی صبر کردن نداشتم و تلاش کرده شبها به خوابی میکشیدم و از پی خواندن و ایجاد میبودم. بعدتر در دوام همین 30 سال ایجادیاتم با سراب محمود همکاری کردم. اونی هنرمند شناخته است. آهنگ‌های زیاد نوشتم. بعدتر با سفرگل سوپا و همینطور راهی خونه رادیو رو پیش گرفتیم با انسمبل دریا، بعدتر با فلک و هنرمندهایی که باز در کنسرواتوار میخونن، در دانشکده هنرهای زیبا میخونن، با آنها همکاری کردیم. خلاص تا حاضر قریب یک 500 آهنگ ایجاد کردم و آخران آهنگم رو همین سال که مسعود جان قید کرد با همین شاگردم دیده سلمان بخشیدم. همین آهنگ رو کمی زمزمه نماید از هنر دیده سلمان ما نیز آگاه باشیم. شکر بالا ترایسی مزر جایی تو بندی جگر کای مرا گیری خبر لا 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 ایارکی لب شکر در زندگی هم سفر دور زمان بس دیگر کای مرا گیری خبر کای مرا گیری خبر کای مرا گیری خبر کای مرا گیری خبر لا 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 لا. بیو با دیده سوال میگذاریم. یعنی وقتی آمدید به پیش استاد خود خواستید که یعنی شما رو به شاگردی قبول کنند، استاد به شما نگفتند که این راه هنری که شما انتخاب میکنید راه هموار نیست؟ یعنی چطور که در پیش گفتند رنج دارد، درد دارد، آسان نیست و شما این راه رو با وجود درد و رنج داشتنش انتخاب کردید، نه هراسیدید؟ البته گفتند که دشوار است. بله گفتند، لیکن من صنعت بسیار دوست می داشتم. از سنی خوردیم. اساس کسبی دوست داشته من کسبی چهوری بود. یعنی شما تو زندگی هم میکردید؟ بله. وقتی که درس میدوختم با طریق تلویزیون تماشا میکردم، فقط میگفتن آهنگی دلاور زهریان. بله چه شد که آهنگوی کس و من پسند آمد. یعنی هنگامی درسوزی هم درس میدوختید هم سرود میخوندید؟ بله هم سرود میخوندم. خیلی خوب. بیاید شما معلومات بدید درباره‌شون. صاحب تبریزی میگوید که سیل به رهبر به دریا میرساند خویش را، شوق در هر جا که باشد رهبری در کار نیست. هر یک انسان اول رهبر خودش خود اوست و ذوق دل اوست که او را به یک جا برده میرساند. خیلی دیدم استعداد خوب است. هر یک سرود رو که همراهش مشق میکنن در مدت کوتاه میتواند از خود کند. مثلا من دیگر هنرمندها را دیده بودم که شعر را میدی، مثلا میگه شعر استاد لایق 10 روز مهلت تیار شد، من آهنگش رو مدت ساختم. 10 روز تیار میکند، میاد باز از روی همون ورق میخوند. من رسالت شما چی است؟ یعنی آهنگ ایجاد کردن، سرود تقدیم کردن به هنرمندان یا اینکه شاگردان رو تربیت کردن؟ بله. شیخ سعدی میگوید که چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. علمم مثل همین است. بله. همین علمم به هم دیگر پیوست است.
وقتی که یک این را که پیشه کسب کاری زندگی خود کردی دیگر علم ها را نیست در برابر او باید دانست که در این علم توانا و گیراتر باشی و به همین خاطر من مثلا از استاد رایق وزنی عروض آموختم، از فتا آدینیف نواختنی 9 اکتاوی فورتپیانو را آموختم و چگونه جور کردن دمره را، اسکریپک را، گیتار را، اینو من از استاد فتا آدینیف آموختم و من بالا از این به مثل آناتومیا که انجام میبینیم کتاب ابوعلی ابن سینا هست. بله. ممکن ما به بینندگان نشان دهیم. مرحمت. یعنی ابوعلی ابن سینا درباره موسیقی چی گفتند؟ البته رساله موسیقی را گفتن. مرحمت. مرحمت و بفرمایید. همین کتاب ها رو من از پدرم که دوستی استاد فتا آدینیف بودن میراث مانده است و گفته بودن که پسرم من این کتاب ها رو به تو تحفه میکنم، به تو در کار میشود که تو در آینده به خلق وطن خود خدمت کرده بتانی. چرا که جمعیت ما در احاطه طبیعت قرار دارد بله. و اینجا ابوعلی ابن سینا و این چهره علاقه به تمام مردم دنیا شناسا است البته پدر طب جهان است. و ما فخر میکنیم که این تاجیک است. بله. بله. این تاجیک است، اینا مادر تاجیک زایده است و به دنیا خدمت کرده است. این کتاب القانون است، اینجا جلد دومش است، جلد دوم. این کتاب عبارت از 10 جلد است. آن اینجا میبینیم که این مرد بزرگ درباره موسیقی چی گفته است. بله. از کارگردان خواهش میکنیم که اینجا نزدیک کنن رساله موسیقی. اینجا میبینیم صفحه چندم کتاب؟ رساله موسیقی صفحه 219 هم. بله. صفحه 219 هم. آن اینجا دا استاد گپ میزند در سبب پدید آمدن آواز. آن ما میبینیم که آواز چگونه پیدا میشه، یعنی از صدا پرده ها، از دل، از سر ایمینه، از گلو چگونه پیداش در اینجا آمده است. در سبب پدید آمدن حرف ها، یعنی چه طوری که ما میخونیم 10 حصه نطق 6 تا مستقیم 4 تا مستقیم، همه آنها با همصداها و صداها جدا شده است. بله. که در وقت سرود خواندن انسان حتما باید صدای دراز رو از کوتاه هجای دراز رو تو فرق حرفای مثلا همصدا این رو تا کدام اندازه فاصلهش کشیده تونه در موسیقی باید داند. یعنی میشه با موسیقی تبابت کرده میگه. البته من اینجا قید کردم که مثلا اینا خود انسان مزاج انسان از 4 چیز عبارت است. مثلا ترکیب خون انسان بله. گرم می شود، سرد می شود، خشک می شود و تر. موسیقی نیز صداهایش گرم می شود، سرد می شود، خشک می شود و تر. اگر داننده موسیقی اینها را که داند می تواند که با دمره، با نی، با دیگر اسباب هایی که انقاروبا در همین دنیا موجود است با هنر گیرای خود به ارگانیسم انسان تاثیر مثبت رساند. یعنی در نتیجه آهنگساز اگر از علمهای پیش نامبر شده آگاه شده باشد در هنر ایجادی خود اینا استفاده برده میتواند به بیماران شفا بخشد. وقتی که آهنگساز موسیقی را نقص جابجا گذارد موسیقی تاثیر مثبت میرساند، حجره های بدن انسان پرقوت میشوند، از نزدشوی نگاه داشته میشوند و ایمنیته بدن آدم در ترکیب خون آدم که اریتروسیت ها، لیوکوسیت ها، ترومبوسیت ها فونکسیون کاری خود را نقض میکنند و انسان حالت عصبانی خود را چی با آرامی تبدیل داده از بسیار کارهای ناسازا و ناروایی که معینه فرمان میدهد عقب نشینی میکنه و در مغز سر انسان همه وقت کارهای نیک. هر شب زی خودت بپرس اگر تو مردی امروز چی خدمت به مردم کردی؟ بعد عقیده چنین میشد. برای همین تماشابینان عزتمند کتاب القانون ابوعلی ابن سینا را حتما یافته خوانید. و تا اون دمی که کتاب القانون ابن سینا رو تماشابینان مییابند یا اینکه کسی که به هنر یعنی وابسته است مییابد بیاد تبهای مخلصان رو بولیده میسازیم. یعنی تبابت میکنیم اگر روح افتاده باشن این لحظه یک سرود یا یک موسیقی مینوازیم. بیاید نصیبه انتخاب نماییم اسباب ملی رو.
واقعا صدای سازهای ملی شیرین گوارا است. درست است. شما اگر خطا نکنم تقریبا بیش از 25 نمود اسباب رو می‌نوازید. حتی برای زیادتر. بله. برای خود شما بیشتر صدای کدامش پسند است یا اینکه نواختنش پسند است؟ اسباب ها هر کدامش به خود صدای مخصوص دارد. بله. از اسباب وابستگی ندارد، حتما از ایجاد و طرز خواندن همان هنرمند وابسته است. مثلا ما سرودی هندی رو نمیفهمیم که زبان او چی میگه. بله. نه که بله. بدیل که سرحد فورم است. است. بله بدیل فورا. چرا که موسیقی با شریان انسان راه میرود. چه خیلی گفتیم با واسطه گوش میشنوی. آهنگسازی که خواهد که زبانی میلی خودش را با دنیا مشهور کنه باید عالمانه در سر بله. اسباب ایستاده کار کنه که تا خلق از او بهره های علمی نیز بردن ممکن. بله چون یک سوال دیگر اینجا پیدا شد، شما بسیار اسباب‌های موسیقی را خوب می‌نوازید، خوب می‌سرایید، حتی درباره علم موسیقی بسیار می‌دونید. تا همین روز در یگان جا به حیث آموزگار فعالیت کردید یا نه؟ راست دیگه من اکنون میدونیم که شاگردان زیاد دارید، در خانه درس میدید به آنها، ولی منظورم اون است که در کنسرواتوار ملی یا اینکه در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان. من در یگان جا همچون معلم فعالیت نکردم. چرا این هنر رو؟ چرا که من در یک شبانه روز 24 ساعت باشد من ممکن 4 ساعت خواب روم یا 2 ساعت. من حتما ساعت 2 شب خواب میروم، چشم میخیزم یا 4 میخیزم 4 دیگر از پی ایجاد هستم و از پی خواندن. من حال خودم دانشجو هستم. من از دانشجوی خودم ولی بیرون نرآمدم که تا وقت یابم دیگران را درس گویم. هر کسی که میخواد شاگردی من شدن هم دنبال من گشتن میگیرم. کتابخانه رفتیم، قدیم کتابخانه میروند، اینستیتوت رفتیم، اینستیتوت میروند، استودیو ثبت آواز رفتیم. اونجا هم در تمام روی دنیا تمام نماد دانش آموزی با پول هست. با پول کتاب میخونی. در تاجیکستان این طور نیست. مرحمت کتابخانه ملی درهایش باز، کتابخانه ابوالقاسم لاهوتی درهایش باز و دیگر کتابخانه‌ای که در تمام کشور ما هست. انتظار شما زیاد میروید؟ خواننده هست. بله. کتابخانه زیاد میروید شما؟ البته من اگر چی بزرگ ها میگویند که خودستایی پیشه شیطان بود، هر که خود را پس زند مرد آن بود. من ممکن زیاده از 800 کتاب های علمی و بدیهی خوانده باشم در همین 30 سال. چرا که در نوبت اول کتاب ها رو خواندنش مشکلی میکنم. مثلا برای یک کتاب بدیهی خوندن ماه‌ها میکشد. وقتی که فرهنگ لغوی انسان در معینه او بای میگردد، او میتواند که کتاب را در یک مدتی کوتاه از خود کند. دلم خواهد که نزدم هر دم آیی، نمیدانم تو جانم در کجایی. دلم خواهد که نزدم هر دم آیی، نمیدانم تو جانم در کجایی. همیشه مهرورز و مهربان باش، همیشه مهرورز و مهربان باش. نخواهم از تو رسمی به وفایی، نخواهم از تو رسمی به وفایی. اگر احساس کرده باشید سرود در تمام ژانرها و در تمام موضوعها البته دلاور ظهوریان آهنگ بستند، این را ما میدونیم، ولی اون سرودهایی که خودشان میسرایند البته یک احساس عشق است، محبت است و دردآلودند. چرا میخوام سر امیر رو بدونم؟ برای که من چطوری که پیشتر گفتم کتاب یوسف زلیخا و کتابای عشقی کتاب عشقی را خواندن، غیر از این کتاب ها فرهاد شیرین را خوندم با کتاب های دوستانه خیر و شر، رومئو جولیت شکسپیر، مثلا بسیار کتاب دوالرونی و خضرخان از امیر خسرو دهلوی. من از خوردی میخواستم که همین با واسطه موسیقی خودم، یعنی موسیقی هم پاک هست. بله. تمام علم پاک هست. اگر شخص اراده مستحکمی هم پاک نگاه داشتن هم هنرش رو داشته تواند کار به نیکی انجام می‌آورد. پس بعد این لحظه همدرد عاشقان میشویم. من میخواهم که اولین سرودم رو برای احمد ظاهر ایجاد کرده بودم. نمیدونستم که احمد ظاهر در قید حیات نیست. بعد فهمیدم که در قید حیات نیست. آهنگمان تا حاضر همین آهنگ را به هیچ کس هم ندادم که همین را خوانید گفتم.
دلم از فراقی یار می سوزد دلم همچو بلبل در سر گل زار می سوزد دلم همچو بلبل در سر گل زار می سوزد دلم به اینکه تیری عشق را بر سینه خود میزنم به اینکه تیری عشق را بر سینه خود میزنم بر خمار چشمهای یار می سوزد دلم بر خمار چشمهای یار می سوزد دلم زار می سوزد دلم دایما سرگشته و بلانم در فکر او بر کدو بستی گزبی یار می سوزد دلم انتظار دیدن روی تویم نازنین از برای دیدن دیدار می سوزد دلم بیقرارم از فراق یار می سوزد دلم همچو بلبل در سر گل زار می سوزد دلم به اینکه تیری عشق را بر سینه خود میزنم به اینکه عشق را بر سینه خود میزنم بر خمار چشمهای یار می سوزد دلم بر خمار چشمهای یار می سوزد دلم زار می سوزد دلم بارش شده است که سرود شما را یگان کس نپرسیده خوانده باشد یا به طور دیگر گویم دزدیده باشد. هر آن هنرمندی که هست مناسبت خوبی انسانگری داره هر کاری که شود با مصلحت میکنیم البته اگر همین گونه واقعه شود مثلا یگان کس سرود شما را نپرسیده بگیرد شما چی میگویید؟ سرود مرا نپرسیده خواندنش مشکل است یعنی چرا که نمیتواند به شما- نازکی های آن را من میدونم من میدونم که همین آهنگم رو برای کدام آواز ایجاد کردم باید همان آوازی که در خیالات من جایگیر است حتما همان هنرمند باید سرایت اگر کسی دیگر سرایت به خطاگی ها راه میدهد برای من هر یک آهنگم رو که ایجاد کردم مثلا هنرمندایی که در پیشتر صدا رو دیده ایجاد صدا رو دیده فهمیده بعد به همان ایجاد میکنم سرودی که حاضر خواندم من آواز احمدزایی رو شنیده ایجاد کرده بودم بله که کودک بودم و برای شما احمد یعنی ظاهر. میتوان گفت که وای احمد ظاهر کمیری شما بود یا سبک سرودخوانی احمد ظاهر به شما پسند؟ من راستی گپ خودم مخلصی خانم گوگوش هستم من گوگوش رو از خوردی هم دوست میدارم اما آهسته آهسته وقتی که بعد ثبت‌ها رو گوش میکردم به احمد ظاهر هم مخلص شدم ثبت‌های احمد ظاهر دیرتر به من رسید شاید من اول احمد ظاهر رو گوش میکردم مخلصی این میشدم بعد از گوگوش من هم دو نفر رو دوست میدارم اگر خانم گوگوش خواهش میکرد حتما که برای آنها یعنی آهنگ تقدیم میکردید. البته نه شاید ایجاد کرده باشید برای گوگوش. من برای گوگوش آهنگ ایجاد کرده بودم میتوانم که یک پاره اون رو خونم مرحبا. باشد. من این رو اما با من که اون کس دست نورست هست دیگر سرود در این خیلی خیلی تاجیکای خودمون بهتر میخونن شاید چرا که همون نونی که در چگدان مادرمون میپزد با یگان نان دنیا برابر نمیشه درست است.
همون لهجه شیوه گفتگویی که بین تاجیکای ماست، اگر با همان صدای شیرینی آوازی هنرمند اگر ما این را گوش کرده درک کنیم بهتر است بفکنم. من میخوام که اول با مردم تاجیک خودم خدمت کنم، بعد با مردم بیگانه. تلویزیون سینما نیز طریق محاورات در تمام جهان یعنی پخش می شود و آن تاجیکان برون مرزی که در دیگر جاها عمر بسر میبرند یا کار میکنند حتما که تماشا میکنند برنامه ما رو و شاید خبر به گوگوش هم خانم گوگوش هم برسد و درخواست کنند که دلاور زوریان همان سرود را با من بدهد. آدمان ای آدمان ای آدمان، قدر عشق دیگر نمانده است در جهان. آدمان ای آدمان ای آدمان، قدر عشق دیگر نمانده است در جهان. یکی لیلی می شود در هر زمان، دیگر مجنون شود با صد زبان. آدمان ای آدمان، آدمان ای آدمان. عشق من چون کودکی گهواره است، باید از پای تو گردان شود. ای مباد آن دم که طفل عشق من از پایت سرسان و سرگردان شود. ای مباد که طفل عشق من از پایت سرسان سرگردان شود. آدمان ای آدمان، آدمان ای آدمان، آدمان ای آدمان ای آدمان. قدر عشق دیگر نمانده است در جهان. یکی لیلی می شود در هر زمان، دیگر مجنون شود با صد زبان. آدمان ای آدمان، آدمان ای آدمان. بهترین. بله، منشأ الهام ایجادکاران البته گوناگون است. شاید رسوم از یک منظره زیبا الهام میگیرد. البته ایجادکاران موسیقی نیز از همین گونه منظره های زیبا، شاید از بریدن بارون. شما از چی الهام میگیرید؟ طبیعتی که ما را احاطه کرده است. 4 فصل سالی که ما میگیم، بهار نزدیک آمده است. بهار، تابستان، تیر ماه، زمستان. اینها دوستای ما. ما در احاطه اینها قرار داریم و ایجادکار باید دوستای خود از خودش جدا نکند. یعنی از 4 فصل سال شما الهام میگیرید، ایجاد میکنید؟ همین گونه. البته نه. اگر امکان گذشته را تغییر دادن می بود در زندگی، دلاور ظهوریان چی را تغییر میداد؟
من از زندگی خودم رضا هستم. راضی هستی. بله، برای که من این کسبی رو از خوردی دوست نداشتم. وقتی که با دوست داشته خیلی دستی چرا تو غمگین باشی؟ کدام تلخیص که عاقبت شیرین گردد؟ صبر. کدام شیرینی است که عاقبت تلخ گردد؟ شتاب. این در ظفرنامه هست. همینجا ظفرنامه در قید شده است. برای ما باید صبر کرده به هدف رسیم. با سینما توجه دارید؟ اون من فیلم رو دوست می‌دارید شما؟ البته. ولی تو جای میدونیم تو حال با سینما همکاری نکرده، در یگان فیلم آهنگ نبسته. با سینما همکاری نکردم. اما اگر خواهش هنرمندا کنن آهنگ‌هایم البته را می‌سرایند. در فیلم ها در فیلم ها می‌سرایند. دعوت کنم برای همکاری در فیلم ها آهنگ بندید، شما چی میگید؟ البته میکنم. میگن که از شما یک سخن کردن. خیلی خوب، اینجا باز چند اسباب دیگر است که بله. ننواختند. بیا یگان اسباب دیگر رو می‌نویسیم. فرصت خیلی کم است. بله، چون این سال گیتار نمی‌زنم. رشد هنرهای مردمی است، بگذارم این اسباب نی که خیلی هم صدای زیبا دارد. اصلا همین نی رو میبینیم، اسباب نی رو نصیبه بیشتر همون جشن‌های اجدادی همون که جشن بین المللی شده است، جشن نوروز و دیگر جشن‌هایی که خاص ملی دارن به خاطر میرسد. یعنی هر وقتی که صدای نی رو میشنوی از اون درک میدید که فصل بهار نزدیک میشه. بله، نزدیک است و فضای کوهستان، فضای زیبای تاجیکستان البته به پیش نظر میآید. باور دارم که پس از نواختن یعنی همین اسباب باز هم بینندگان همین در مشامشان بوی بهار را حس میکنن و نوروز رو البته احساس میکنن. که این اسباب تاجیکی است. بله. و این با نی چپانی هم میشود. چطوری که ما میدونیم در نوروزها چه خیلی شما قید کردید، خواهرای ما، مادرای ما با کرته های چکن، کرته های اطلس بله. به میدان ها برآمدن، به خانه یار و دوست ها رفته، زیب و زینتی تاجیکانه خود را، فرهنگی بای خود را به یکدیگر نشان میدهند و در همانجا همین اسباب صدا میدهد. بله دوستان عزیز، برنامه ما ادامه دارد. انا همین گونه با صوت و نوا و موسیقی های جالب و مهمون برنامه ما هستند دلوار ظهوریان، کمپوزیتور و سراینده خیلی هم ممتاز. شما رو بار دیگر خوش آمدید میگویم. باوری دارم که با بینندگان زن همین صوت و نوای شما البته پسند اومد. و نصیبه اگر اهمیت داده باشه شما در یعنی در بین آهنگ هایی که دلوار ظهوریان ایجاد کردن البته سرود خارجی رو ما ندیدیم، چون دیگر سراینده البته می سرایند سرودهای خارجی. سببش در چی باشد؟ مثلا سرودهای هندی یا که زبان روسی یا دیگر زبان ها؟
بگذار تاجیکای ما یک غرور ملی داشته باشن. چگونه که پهلوان های ما مثلا به مثل دلشاد و مثل سیومین رحیموف دنیا را قائل کردن و بیرق تاجیکستان رو برداشتن. بگذار تاجیکا هنر تاجیکانه خود را تا آن اندازه بلند بردارند که بیرق بردار باشند و دیگر زبانها سرودهای آهنگهای تاجیکانه رو به زبان خودشون ترجمه کرده خوانند. من سال 2002 برای منیژه دولت‌آوا یک سرود نوشته بودم. من اولین سرودش هم همین بود و بعدتر ببینم به زبان پشتونی در افغانستان خوانده است این سرود، در پاکستان خوانده است، در شهر دهلی هندوستان حتی خوانده است. آهنگی من مطلعش دل درمندی مرا نبود به تو دوا، خبر قلبی مرا بشنوی به وفا، خبر قلبی مرا بشنوی به وفا. خوش فرصت گیتار رسید. بله، چون قسمت نهایی برنامه است و میخوایم که اسباب گیتار که در اینجا ایستاده است خیلی صدای خوب دارد، هم بینوازند هم بینوازند هم سرایند. عشقی اول پشت و پناهم جای نبینم به تو نگاهمه. عشقی اول پشت و پناهم مگذار و مگذار در نیمه رو همه. لا 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 La 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 la. عزیزم کردی بر من به وفایی، خدا گیرد غم و دردای جدایی. عزیزم کرده بر من به وفایی، خدا گیرد غم و دردای جدایی. بیا پیشم نشین رویت ببینم، رویت ببینم، گلسون گلزی روی تو بچینم، بچینم. اول عشقی اول پشت و پناهم جای نبینم به تو نگاهمه. عشقی اول پشت و پناهم مگذار و مگذار در نیمه رو همه. لا 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 لا. صدا کردم که تو تنها نمانی، اگر یاری منی با من بیمانی. صدا کردم که تو تنها نمانی، اگر یاری منی با من بیمانی. بیا پیشم نشین یک بوسه ده، لا 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 لا. بیا پیشم نشین یک بوسه ده،
لا 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 که فردا می روم تنها نشینی عشقی اول پشت و پناهم جای نبینم به تو نگاهمه عشقی اول پشت و پناهم مگذار و مگذار در نیمه راهمه در نیمه راهمه. بیاید از باره زیبایی های وطن گپ زنیم، از سرسبزی و شکوفایی این وطن بهشت دوستو، از پیشروی جوانان حرف بله. بزنیم. چون هنر و همین استعداد نیست در همین آبادی روش کرده ایستاده است. البته نه. سال گذشته رو سال جوانان اعلان کرده بودن در سراسر کشور پیشتاسوی ما. با جوانان همین را گفتنی هستم که همه وقت با هم وفادار باشن، با یکدیگر خیانت نکنن، عائله های خود را دوست دارن، پدر مادر خود را احترام گذارن، با قدر این دیار زیبا منظر ما رسن. هر کنار را که می‌نگری، چی به طرف ورزا بروی، چی به طرف رامید روی، چی به نزد دریاها روی، چی به کوسارها روی، چی به بدخشان روی، قلعه‌های بلندی آسمان بوس را بین. همه این زیبایی طبیعت است. برای همین ما می‌خواهیم که همیشه با هم باشند و دیار خود را، وطن خود را دوست دارند، با هم وفادار باشند و اساس به تربیت فرزندان دقت مخصوص دهند. چرا که آینده وطن در دست همین جوانان و طفلکان نوزادی که از مادر به دنیا میآیند. درست. خیلی خوبه. چطوری که میگن از دل به دل راه است و چطوری که گفتید که یعنی بدیه شما دل نام دارد پس بیایید با همین بدیه باز هم دل مخلصان رو تسخیر میکنیم. با همین برنامه رو به انجام رسونیم. باوری دارم که این همه صوت و نوا، این همه صحبت هایی که با دلاور ظهوریان داشتیم به شما پسند آمد و با شنیدن یک ترانه‌ای که تازه است بار نخست در این برنامه می‌سرایند همراه دیده سلمان برنامه نورافکن رو به انجام رسونیم و در فرجام به همه شما خانه یا با تن صحت سر بلند رو تمنا داریم. بگذار در خاندان شما همیشه صوت و نوا باشد، خرسنده باشد. بله و از شما سپاسگزاری میکنیم که در برنامه ما اشتراک کردید و در آینده چی یعنی نقشه هایی که دارید بگذار که نقشه‌تان عملی گردد. باقی سربلند و پیروز باشید هموطنان عزیز. این لحظه بدیه رو میشنویم.
جویم همه دل را به تو گویم خدا گویم تو را جویم همه دل را به تو گویم دل اسیری آن کمند است ز غمی تو دردمند است ز غمی تو دردمند است دل اسیری آن کمند است ز غمی تو دردمند است ز غمی تو دردمند است با من این درد و غم عشق به خدا که دل پسند است با من این درد و غم عشق به خدا که دل پسند است دل من چادری غم ها دل من باغ علم ها خدا گویم تو را جویم غم دل را به تو گویم دل من چادری غم ها دل من باغ علم ها خدا گویم تو را جویم